درود به همگی. من 20 الی 25000 تومان خریدنش، ولی تو نهایت بخوای بخری 30000 تومانه. تیرگی زیر بغل یا کشاله را مشکلی که اکثرتون هم خانم ها و هم آقایون درگیرش هستید و هیچ ربطی به جنسیت نداره. بابتش کلی لیزر رفتید، هر مسئولی که فکرشو بکنیم استفاده کردید، حتی دست به دامن سفیدا هم شدید ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتید. این ویدیو رو ذخیره‌اش کن چون قرار محصولی رو بهت پیشنهاد کنم که با کمترین هزینه تیرگی بدن تو برای همیشه از بین ببریش. برای درمانش فقط کافیه بری داروخانه و بگی پماد آزلادرم 20% میخوام. این پماد رو که گرفتی اومدی خونه، ناحیه مورد نظرتو میشوری و خوش میکنی. یک لایه خیلی نازک روی اون ناحیه میزنی و به مدت 5 دقیقه ماساژش میدی. حتما بعد از 5 دقیقه دستت رو بشور و این کار رو به مدت 4 هفته روزی یک بار انجامش بده. نتیجهش رو میبینی، ولی حتما باید توجه کنی که بالای 12 سال سن داشته باشی تا مجاز باشی از این پماد استفاده کنی.